سلام خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم که ما را انتخاب کردید. خب، یک معرفی از دوره مقدماتی سالیدورکس میخوام خدمتتون ارائه بدم که آشنا بشیم در ادامه این دوره قراره با چه مطالبی روبرو بشیم و اونها رو فرا بگیریم. زمانی که نرم افزار سالیدورک را باز میکنیم، یک پنجره به این شکل، پنجره ویلکام سالیدورکس برای ما باز میشه که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. کم کم این قسمت‌ها را در ادامه دوره با هم یاد میگیریم. اما سه بخش مهمی که هر سه بخش را ما در ادامه دوره کار میکنیم و یاد میگیریم، سه بخش پارت، اسمبلی و دراوینگ هستند که فقط در مقدار اینکه باهاش آشنا بشیم و معرفیشون بکنم خدمتتون ارائه میدم. در ادامه دوره قطعا هر قسمتی را باز میکنیم، با دستورات اون قسمت آشنا میشیم و تمارین زیادی انجام میدیم و یاد میگیریم. اصلا نگران نباشید. قسمت پارت مربوط میشه به مدل سازی قطعات. خب هر قطعه ای را که ما میخوایم مدل سازی بکنیم وارد این قسمت باید اول بشیم و مراحل مختلفی را طی بکنیم تا اون قطعه مدل سازی بشه. اگر یک مجموعه را داشته باشیم، یک مجموعه مونتاژی را داشته باشیم، خب تعدادی از قطعات را باید در این قسمت مدل سازی بکنیم و انتقال بدیم به قسمت اسمبلی و اون قطعات را مونتاژ بکنیم تا به اون مجموعه‌ای که داشتیم برسیم. این قسمت هم حتما کار خواهیم کرد و قسمت بسیار 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 مهمی که از نظر من واقعا مهمه، چون من خودم مدتیه که در صنعت فعالیت میکنم و خب در زمانی که دانشجو بودم و فعالیت صنعتی نداشتم و خب دیگر دانشجوها را در اطراف خودم میدیدم، به این قسمت اهمیت زیادی هم خودم و هم دیگران نمیدادیم، چون اون موقع استفاده‌ای نمیتونستیم ازش بکنیم، استفاده زیاد برامون نداشت. اما زمانی که وارد صنعت میشیم این قسمت دراوینگ مهمترین بخشه. چرا؟ چون هر قطعه‌ای که به هر روشی مدل سازی میشه، به هر شکلی مونتاژ میشه، در آخر باید نقشه های ساخت از اون قطعه ارائه بشه، نقشه های انواع ساخت، روش های ساخت مختلف از اون قطعه ارائه بشه و برای ساخت بره. این قسمت بسیار مهمه. حتما این قسمت هم به خوبی کار خواهیم کرد. این دوره یک دوره یادگیری نرم افزاری صرف نیست. من خودم در زمانی که دانشجو بودم حتی الان دوره‌های مختلفی را شرکت می‌کردم. یک ضعفی که در دوره‌های مختلف هست اینه که اکثر دوره، حالا نمیخوام بگم همه، اکثر دوره‌های یادگیری نرم افزار صرفی، یعنی فقط دستورات نرم افزاری رو به شما ارائه میدن و مدل سازی قطعات رو. همین قسمت دراینگ زیاد کار نمیشه. یعنی من انواع دوره‌هایی که شرکت کردم این قسمت دراینگ به طور صحیح و صنعتی ارائه نمیشه. قطعا در این دوره ما نرم افزار رو به خوبی فرا خواهیم گرفت به شکل مقدماتی. زمانی هم که میگم به شکل مقدماتی، منم در زمانی که دانشجو بودم فکر میکردم به شکل مقدماتی هیچ کاری نمیتونم باهاش انجام بدم، اما الانی که در صنعت فعال هستم 99% کارها میتونم بگم با همین مجموعه مقدماتی دارم انجام میدم و 1%، حالا اغراق نکنم شاید درصد بیشتری، 2-3% از کارهاما وارد قسمت‌های دیگه که خب پیشرفته این دوره نرم افزاری میشه انجام میدم، وگرنه خیلی از کارهاما با همین دوره مقدماتی راه میندازم و بهتون حتما خواهم گفت که چطور باید این کارها رو انجام بدیم. خب همینطور که داشتم میگفتم ما فقط یک نرم افزار صرف، یک سری دستورات رو یاد نخواهیم گرفت. قطعا تجربیاتی که در این مدتی که فعال هستم در صنعت بهتون ارائه خواهم داد، یاد خواهم داد که زمانی که یک قطعه‌ای میخواین مدل سازی بکنین و برای ساخت بفرستین، به شکل صحیح و درست این کار را انجام بدین. خب زیاد صحبت نمی کنم، در همین مقدار این ویدیو کافیه. حتما ما رو دنبال کنید، قراره که یک دوره بسیار عالی یا در کنار هم داشته باشیم. خیلی ممنونم که به ما توجه کردید.
خدا نگهدارت.